یکی از من سوال کرد، خیلی به حساب کنجکاو بود و خیلی متحمس بود، منفعل بود. گویا سوال برام پیش آمده، وقت دارید؟ موقعیت اجازه میده که جواب این سوال خیلی مهمه. این سوال گفتم خدایا، یعنی نصف شب نه که با مردش دعوا شده، مشکلی پیش آمده، خانواده میخواد از هم متلاشی بشه. گفتم چه سوالی داره این؟ ساعت 1 نصف شب 12:30 شماره موبایل گرفته، سوال دارم. سوالت بفرما، وقت هست. گفت قرآن چند تا نقطه داره؟ همین. ساعت 1 نصف شب سوال دارم. مثل دیوانه ها، قرآن چند تا نقطه داره؟ همین بس. مثل این میمونه که آقا رفته سفر حج که طواف خانه خدا بکنه، از این عالم اونجا سوال میکنه که مسجد الحرام چند تا پنکه داره، چند تا فلاکس داره، چند تا ستون داره. منم خیلی راحت بهش گفتم نمیدونم. گفتم ببخشید سرونده، به همین راحتی گفتم نمیدونم چند تا نقطه داره. من بیکارم گفتم نقطه های قرآن بشمارم یا فتحه های قرآن بشمارم یا چند تا کسره داره؟ قرآن کتاب عمله. فکر ما رو به چه مشغول کردن؟ همین میخواد معلومات عمومی ما اضافه بکنیم. در اسلام هر سوالی که عمل شرعی و عبادت روی اون مترتب نشه، اون سوال ممنوعه. هر سوالی که عمل شرعی و عبادت روی اون مترتب نشه، اون سوال در اسلام ممنوع کردنش. هر سوالی باید یک عملی تولید بکنه و نیت سوال کننده باید این باشه که این سوال بکنم چیز نفهمیده از دین و از عبادت برام آشکار بشه تا عمل بکنم. صحابه خیلی کنجکاو بودن، خیلی سوالا رو میکردن، ولی ما هم سوال میکنیم. 1.5 ماه پیش تو دبی بودم، دوباره یکی از دوستان سوال کرد، یه سوال. گفتم بفرما. اولین کسی که ناخنش کوتاه کرده که بوده؟ به تو چی؟ به من چی؟ تو وقتی ناخنت بلند شد اسلام گفته باید کوتاهش کنید. حالا اولین کس اسمش چه بوده؟ این سوال شرعیه. اولین کسی که ناخنش کوتاه کرده کی بوده؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند 5 چیز از فطرت هست. 5 چیز از فطرت هست، اینو انجام بدید. یکی ناخن کوتاه کردنه، یکی موهای زاید بدن کوتاه کردنه. ولی ما برعکسش میکنیم. از پیرش گرفته تا جوان روز جمعه مینشونه قبل از نماز ریش سیبیلش رو دو تیغه میکنه که سنت پیغمبر، لباس سفید هم رو پوشه، غسل بزنه بره نماز جمعه. بعد میگه اینا موی زاید بدنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگه یک موی ریشت سفید شد اونو نکن، چون نور خداوندیه. حالا ما یا موی سفید ریشمون رنگ میزنیم یا دو تیغش میکنیم، سنت پیغمبر مچاله میکنیم میندازیم تو سطل زباله. بعد میگیم سنته که روز جمعه آدم تمیز باشه، موهای زاید بدنش. چه حرفا میزنید؟